دوستان خوبم سلام، من عباس علیپور هستم از مجموعه مثبت زندگی، جایی که تلاش میکنیم امروزمون مثبت‌تر و موثرتر از دیروز برای خودمون و دنیای اطرافمون باشه. خیلی از دوستان پرسیده بودن که اساساً این شخصیت شناسی به روش MBTI چی هست؟ من این فایل ویدیویی رو برای پاسخ به این سوال ضبط کردم. اول از شما سوال میکنم، آیا راست دست هستید یا چپ دست؟ یعنی با دست راستتون کارها رو انجام میدید یا دست چپتون قوی تره و کارهاتون رو با دست چپ انجام میدید؟ صرف نظر از این که دست راست هستید یا با دست چپ کارهاتون رو انجام میدید، این نکته رو قطعا قبول دارید که این که من الان راست دستم یا چپ دستم به انتخاب خودم نبوده. بعد از مدتی فهمیدم که من دست راستم قوی تره برای انجام دادن یا عده‌ای دست چپشون قوی تره برای انجام کارهاشون. این که دست راست هستیم یا دست چپ خیلی به انتخاب خودمون نبوده. MBTI به ما میگه که تو این عالم 16 تیپ شخصیتی وجود داره و ما بر اساس یکی از این مدل‌های 16 گانه به دنیا میایم و انتخابی نداشتیم که کدوم تیپ شخصیتی رو انتخاب بکنیم. همونطوری که دست راست بودن و دست چپ بودن تفاوتی رو در آینده افراد نمیتونه ایجاد بکنه مگر به خواست خودشون، اینکه ما کدوم تیپ شخصیتی رو هم داریم نمیتونه خیلی تفاوتی ایجاد بکنه و بگیم که این تیپ شخصیتی فوق‌العاده است و این یکی تیپ اصلا به درد نمیخواد. نه، ما با هر تیپ شخصیتی امکان موفقیت داریم اگر بشناسیم نقاط قوت اون تیپ شخصیتی و نقاط ضعف اون تیپ شخصیتی رو. تو این کارگاه یه روزه ما آموزش میبینیم که اولا تیپ شخصیتی خودمون رو بشناسیم، نقاط قوت و ضعفش رو بدونیم و سعی بکنیم تو نقاط قوتش قرار بگیریم، بعد هم از نقاط ضعفش پرهیز بکنیم. دومین چیزی که تو این کارگاه یک روزه ما آموزش میدیم مهارت‌ها و سرنخ‌هایی است که شما بتونید بر اساس اون سرنخ‌ها تیپ شخصیتی سایر افرادی که باشون در ارتباطید رو پیدا بکنید، مثل همسرتون، فرزندتون، رئیستون، همکارتون. خیلی مهمه این که ما بدونیم که افرادی که باهاشون در ارتباطیم و باهاشون هر روز سر کار داریم چجوری دنیا رو میبینن و بر اساس تفاوت‌هایی که با تیپ شخصیتی ما دارن باهاشون برخورد بکنیم و ارتباطات بهتری بگیریم، به خصوص برای افرادی که تو حوزه فروش یا مذاکره و یا میخوان تو حوزه روابط عاطفی و خانوادگی خودشون رو توسعه بدن و روابط بهتری رو تجربه بکنن. MBTI معجزه میکنه. ما یاد میگیریم با شخصیت شناسی به روش MBTI که چطور به تیپ‌های شخصیتی مختلف احترام بگذاریم و با هر تیپ شخصیتی بتونیم ارتباط برقرار بکنیم و در واقع یک کلید دستمون هست برای ارتباط و تعامل با همه افرادی که در روز باهاشون سر کار داریم. امیدوارم که همتون بتونید تو دوره‌های مختلف شخصیت شناسی چه در مجموعه ما و چه در مجموعه‌های دیگه که برگزار میشه شرکت بکنید. امیدوارم شماها رو تو این دوره جدیدمون ببینم و یک روز فوق‌العاده رو با هم سپری بکنیم. میدونم بعد از اون نگرشتون به دنیا و دیدتون نسبت به مسائل و افراد مختلف عوض میشه. خیلی خیلی ممنونم که ما رو دنبال میکنید. اثربخش و پیروز باشید.